سلام بچه، امروز اومدیم بهتون یاد بدیم که چطوری وسایلاتون رو نترایتی کنیم. بریم اول توی ماینکرافت بهتون یاد بدم. از وقت لایک و فالو بکنید بریم سراغ ویدیو. بهتون یاد میدم. این هم ماینکرافت خودمونه. اگه بازی ماینکرافت نمیدونید چیه، روبیکو از این فیلم ما روبیکاست ببینید، پیامم بدید بهتون یاد دادم. بچه ها فکر نکنید من دیگه اینجا این مپ رو پاک میکنم. این مپ دیگه فول ندرایتیم دیگه، فول ندرایت بازی میکنیم. این واسه چیت زدنمونه بچه ها. اینجا ما اسپان شدیم، اینجا میریم به این وسیله‌ای که الان واسه‌تون نشون میدم نیاز داریم. بایستید پیداش کنم. بایستید. کدوم بود؟ خب بچه ها به این نیاز داریم، به همینی که اینجاست. وسایل داشتید و خواستید پیدا کردید و از اینا هم داشته باشید. از این چیزهایی که الان نشون میدم، از اینا بایستید بیاد. از اینا من الان نشون میدم با کدومشون اول درست میشه. اینو میذاریم با یه دونه دایمند و آهن هرچی. بایستید پیدا کنم یه دونه دایمند. اینجا وسیله نترایتی شد. این که واسه قاطی کردن بود، اشتباه کردم بچه. دایمندی برمی داشتم، یه دونه از این چیزای دایمندی اینجا میذارید. این واسه قاطی کردنه بچه، فکر نکنید چی میشه. این واسه قاطی کردنه. اون من یادم رفت چطوری اینو تونه قاطی کنید قوی ترش از ذراتون. اما بهتون کف داده یه دونه از اینا با یه دونه از این چند تا هرچی بود، یه دونه ندرایت میبینید اینجوری شد. باز یه بار دیگه نمیتونید. ببینید روش چه چیزی میفته. دیدید؟ خیلی خفنه این چیز. حتما امتحان کنید. با خود ندرایت هم سلوار ندرایتی که نام میکنید. تازه این یه دونه لباس نه با یه دونه شیلوتون اگه ضربه زیاد خورده برمی دارید. بایستید بچه ها. الان یه دونه زامبی بعد اینجا باشه. چند تا بزنید. بعد فرار کنید دیگه. بعد دست این مابا. حالا این ضربه که خورده میبینید میشه درست کرد. بایستید یادتون بدم XP هم نیاز داریم.
درست شد. این هم از آموزش امروزمون بود. هنوز دارید فیلم رو میبینید؟ لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو دیگه، خداحافظ.